دنگ گل دنگ کردستانیه. جنابندان نوچهان رادیو دنگ گل دم با شیر و 14 هزیران 2025 شمی لبروکسل ساعت 11 لآمده 12 گودار نجم نوچهان پیشکش بکن. نتانیاهو به ترامپ و پوتین ره دیدن کرد. اوفیسا سروک وزیری اسرائیلی داخویانی دا داخویانی خود اوها هات گوتن. سروک وزیر بنیامین نتانیاهو به سروک امریکای دونالد ترامپ و سروک روسیا ولادیمیر پوتین را لسر تلفن هفتی کرد. لیدران جبو خپاراتنا اسرائیل یا لدیجی هولدان ترنکرنه یا ایران رز نشاندان. سروک وزیر ده روژین پیشتجی بوان ردناوا پیوندیه دبه. هر وحات گوتن که نتانیاهو به شانسولیه المانیای فردریک مرتز سروک وزیر هندستان نارندارا رودی و سروکومار فرانسای امانوئل ماکرون رژی هفته کریه. نتانیاهو ایرش ده بدومن ایران ده برسوه بده. سروک وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو تکلدار آلوزیا دنافبر وان و ایران ده بانگان تویی کرد. نتانیاهو ها گوت پشتی که کشتنا سکرتری گشتی حزب الله حسن نصرالله ایران لزدای برنامه خویا نوکلیری دویا بو ام جی بکتن نوات افگره مجبو داویا نیسانه بریار اپراسیون دابو لجبر سده من جودا چینه بو پیش رژی به سرفرماندار گشتی و وزیر پاراستن ره ما او روش دیار کرد. نتانیاهو بانگل اسرائیلیان جی کر و ها گوت ایران ده برسوه بده ده ایرش بکه ده بکو اف پرده جوار بجی گوه بدن فرمانین ما تکلداری هلوست امریکایی جی نتانیاهو ها گوت از پوزیسیون امریکایی جی امریکایی را دهیلم. نتانیاهو دیار کرد که وان لرامپاین فوزیان این ایران خستنه لی هدف وان اساس تاسیس هلبراندنا فوزیانه. اسرائیل تاسیس کردن نوکلیری یا ایران هدف کرد. ارتش اسرائیل را گفت که در ساعت سبه ده تاسیس کردن گرینگ نوکلیری یا ناتانز یا ایران هدفاتی گرفتن. بشین دبن اردین تاسیس ناتانز زرارک مزن دیتیه و جبو دولمند کرنا اورانیومت بکارانین جی ایرشان باندور بویه. هات ادعا کردن که اسرائیل پشتی جارا دویمین ایرشی ناتانز کریه. امریکای کلوپلین خوین لشکریین هرم گوهرتن. ده چارچوبه ایرشا اسرائیل و برسفداینا ایران ده امریکای کلوپلین خوین لشکریین هرم بگوستن و گوهرتن. برپرسین امریکای دیار کرن که ارتش امریکای کشیتین لشکریین روجلاتا ناوین بگوستنه. هزا دریایی یا امریکای جی بریارا چوینا کشتین لشکری بر روجلات دریای سپی ودا داکو ده دما پیوسته ورن بکارانین. آژانس ده بیژینگ کو سروک امریکای ترامپ دکه جوینه که به اندامین پای بلندین مجلس ابلهی نتوایی را پیک بینه. کنسای ابلکاری یا نتوایی نیک بوی لسر داخوازا ایران ده ایرو بجوه. کنسای ابلکاری یا نتوایی نیک بوی لسر بانگا لزگینا ایران با آوائی که آورته ده جوه. ایران تکلداری مجاره جه کنسای ابلکاری را نامه اکشاند. ده نامه ده ایرشین اسرائیل وکه در قانونی و ترسونک بناسه کرد. هر اوها ده نامه ده تگوتن که ریوبریا تهرانه ده برسوکه به بریار و به پیوان بده.
عراق لنتوین یک بوی گلیه اسرائیل کر سروریا ولات ما هاتیه بن پیکرین دو وزارت کار در و یا عراق به داخلیه که نویسکی را گاند که وان جبر بن پیکرنان گلیه کی فرمی لنتوین یک بوی کریه وزارت بانگ کنسای ابرکاردی یا نتوین یک بوی کر که جه اسرائیل بخوازه که برپرسیاریا یاسایی و اخلاقی یا وان بن پیکرنان بگره سرخواه بغدای همو رین بر به هرمین کسک و دچن گرتن. پشتی ارشا اسرائیل یال همبری ایران دولت عراق تدبیرین نافقوی شداندن. حکومت عراق همو رین بر به هرما کسک آل بغدای و دچن که سازین دولت و ین نافنتوی لورن گرت. جبر احتمال ارشا کل سر بالیوسخانه امریکای یال بغدای عراق بریاردا که همو رین دچن هرما کسک آل بغدای که سازین حکومت و ریخستن نافنتوی لینه بگره. انقره به روژاوا ایرشن اسرائیل جویا. دولت ترکیه داگرکر پشتی ایرشن اسرائیل ین لسر ایرانه کت نوا ترسکه. دو وزیر کار در و حکام فیدان، وزیر پاراستن یاشار گولر، سرفرماندار ارتش متین گوراک و سروکی میته ابراهیم خالن هاتن گلهف ده جوین ده ایرشن اسرائیل و باندورا و هاتنر خاندن تکلدار جوینه حتی نها تو آگاهی نهاتن اداین هفتمین روژن ما موزیکی در روژا دویمین ده دومیا هفتمین روژن ما موزیکی که جبو بیرانین هنرمند نسرین شروان تیل درخستن در روژا دویمین ده بردوام کرد. در روژا دویمین ده لچاندا ما یا لنافچه سوره چیروکا نسرین شروان هات و گوتن. مالباتین خوندکاران جی تبلی چالاکیه بون. پش رجی زاروکان جلو برگین کردی لخوا کرن و لأسترومانان خستن. چالاکی به سترانین کوما زاروکان و گراندنا گوونده بداوی بو. لپرسوسی هفدیتنا دم پارتی یا به جوتکاران ره ام به برهمداران ره نه ریخستنا باجار رهایی یا دم پارتی لنافچه پرسوسی به جوتکاران ره هفدیتن اکفیکانی هفدیتن به بشتاری پارلمنتر رهایی دم پارتی فرید شن یاشار نونر جدم پارتی و DBP و گلک جوتکاران پیکاد ده هفدیتن ده سروک دم پارتی رهایی نهات دمیر بیلک آخفی و گود demek derece codkar jiber bahay zede yin avdanine zahmet yandıkşinin perskreka codkaran perskreka mehemuyane parlamenteri rihayye dem parti Ferit Şen Yaşarcı ve akfi gele persusi her tim ledici zaliman sekini u seri netevan levalat xeyrana abur yeheye dezgaha belafkirna ave be adalatiye dike ام وی زلمه قبول نکن اولادی جوین حقیه دوی امبر خسنی ببن بچه اکو ده چه شهر دوی جبو جوتکاران به وقتاندن باکران ده بچه سردان پارتیین سیاسی هفسروکی گشتی دم پارتی تونجر باکران ده سه بچه سردان پارتیین سیاسی ین کرد این لآمده برنامه باکران وهایه ساعت دهان پارتیا انسانی و آزادی پیا ساعت 11 کومله چانده یا شورشگر دموکرات DDKD ساعت 12 پارتیا کمونیستا کردستان KKP ساعت 14 تفگرا آزادی ساعت 15 پارتیا دموکراتا کردستان ترکیه PDKT ساعت 16 پارتیا سوسیالیستا کردستان PSK ساعت 17 پارتیا دموکراتا کردستان باکور بدار نیشان و چه مبداوی بونتن باش